احمدبک سعیدوف ساکن جماعت زرگر نویه کوشانیان ختلان که شب 18 به 19 آگوست سال 2022 از بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه فرار کرده بود، صبح 1 اکتبر در حدود ولایت ختلان دستگیر شده است. بازداشت او همگی چند روز بعد تا 50,000 سامانی یا قریب از $5,000 بالا برد حجم مکافات وعده داده مقامات برای معلومات درباره بود و باش این محبوس فراری صورت گرفت. در سرایوست زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان خبر بازداشت شدن احمدبک سعیدوف را تصدیق کردند، ولی هنوز یگان تفصیلات ندادند. این هم معلوم نیست که او کی در کجا و با کمکی که به دست افتاده است، ولی نماینده سرایوست زندانها به از پلوس گفته است مکافات وعدکی به آنهایی که برای بازداشت سعیدوف مساعدت کردند سپرده خواهد شد. سرایوست زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان اخیراً اعلام کرد که برای ارائه معلومات درباره مکان بود و باش احمدبک سعیدوف، یک محبوسی که شب 18 به 19 آگوست سال 2022 از بازداشتگاه فرار کرده بود، 50,000 سامانی مکافات تعیین کرده است. عکس‌ها با پیشنهاد این مبلغ همچون مکافات برای دستگیر کردن این محبوس فراری بعد 40 روز فرار او در چند موضع در داخل تاجیکستان آویزان کرده شده، همچنین در اینترنت نشر شد. احمدبک سعیدوف ساکن جماعت زرگر نویه کوشانیان ختلان که به روزنی متهم میشد و چند پیش از روسیه استرداد شده بود، شب 18 به 19 آگوست امسال از یک بازداشتگاه دوشنبه فرار کرده بود. احمدبک سعیدوف در آغاز ماه آگوست در قطار 12 کس دیگر از روسیه به تاجیکستان استرداد شده به حمله غارتگرانه و تصرف 86,250 سامانی در سال 2007 در دنقره متهم می شود.